باتوسای دوره‌گرد که با نام کنشین نیز شناخته می شود، یک شخصیت افسانه‌ای و تاریخی در فرهنگ ژاپن است. او به عنوان یک سامورایی ماهر و مرموز شناخته می شود که در دوران باکوماتسو، یعنی پایان دوره ادو و آغاز دوره میجی، زندگی می کرد. باتوسای به دلیل مهارت‌های بی‌نظیرش در هنر شمشیرزنی و سرعت فوق‌العاده در مبارزات به یک افسانه تبدیل شده است. کنشین که نام واقعی او هیمورا کنشین است، در ابتدا به عنوان یک قاتل حرفه‌ای برای دولت شوگونات توکوگاوا فعالیت می‌کرد. اما پس از مدتی او تصمیم گرفت که از زندگی خشونت‌آمیز خود دست بکشد و به یک دوره‌گرد تبدیل شود که به دنبال عدالت و کمک به ضعیفان بود. این شخصیت در فرهنگ عامه ژاپن بسیار محبوب است و داستان‌های او در قالب مانگا، انیمه و فیلم‌های سینمایی به تصویر کشیده شدند. یکی از معروف‌ترین آثار درباره باتوسای دوره‌گرد، مانگای رورونی کنشین است که توسط نوبوهیرو باتسوکی نوشته و تصویرگری شده است. آیا دوست دارید بیشتر درباره این شخصیت بدانید یا به موضوع دیگری بپردازیم؟